فروشگاه نینتندو من، اولین و بزرگترین مرکز تخصصی نینتندو در ایران. چرا داشتن نینتندو سویچ ضروریه؟ نینتندو سویچ که با اسم رمز NX از اون صحبت میشد در سال 2017 عرضه شد و تا امروز تونسته به عنوان سومین کنسول پرفروش تاریخ ویدیو گیم جایگاه خودش رو حفظ کنه. امروز قصد داریم تا درباره دلیل موفقیت نینتندو سویچ و دلیل ضرورت داشتن نینتندو سویچ صحبت کنیم. نینتندو از آغاز به دو دلیل شهرت جهانی در بین گیمرها پیدا کرد: نوآوری در شیوه بازی کردن و عناوین انحصاری فوق‌العاده. NES یا نینتندو انترتینمنت سیستم برای اولین بار یک کنترلر با چند دکمه ساده رو معرفی کرد که میشد ارتباط عمیقی باهاش گرفت و بازی کردن رو به شیوه ساده تری عرضه میکرد. ترکیب نحوه بازی کردن راحت NES با انحصاری‌های نظیر سوپر ماریو بروس یا همون قاشق‌خور معروف باعث شد تا یک تازی نینتندو آغاز بشه و تا امروز که شاهد نینتندو سویچ هستیم همچنان حفظ بشه. نینتندو سویچ هم درست مانند NES یک شیوه بازی خاص و لیست بزرگ و بی‌نظیری از عناوین انحصاری داره که باعث شده تا این لحظه فروش حدود 130 میلیون نسخه‌ای رو تجربه کنه. تجربه همزمان و راحت بازی کردن چه در خونه و چه در بیرون از خونه همون چیزیه که از همه بیشتر نیازش احساس میشد و نینتندو به خوبی این نیاز رو برآورده کرد. جویکان یا کنترلرهای نینتندو سویچ باعث میشن تا صرفاً با وصل کردن و جدا کردن اونها از کنسول بتونید اونو به شیوه‌های مختلفی برای بازی کردن در بیارید. میتونید به راحتی نینتندو سویچ رو روی میز کارتون بذارید و جویکان ها رو به دو کنترلر مجزا تبدیل کنید و یک تجربه دو نفره خاص رو رقم بزنید. و یا اینکه اونا رو به نینتندو سویچ وصل کنید و از یک تجربه قابل حمل حرفه‌ای لذت ببرید. البته بارها در تاریخ ویدیو گیم ثابت شده تا زمانی که ابتکار در بازی کردن رو داشته باشید ولی بازی خوبی برای نمایش گذاشتن اون وجود نداشته باشه، محکوم به شکست هستید. کنسول قبلی نینتندو خودش شاهد عینی و محکمی برای این قضیه بود، یعنی ویو. در کنار عناوین انحصاری خوبی که داشت، به دلیل تنوع کم بازی‌ها و نبود عناوین ترد پارتی، با اینکه یک ابتکار بزرگ در شیوه بازی کردن محسوب میشد، شکست خورد. ولی نینتندو سویچ تونسته در کنار قابلیت‌های متنوع و بی‌نظیرش مجموعه عظیمی از ژانرهای مختلف رو جمع‌آوری کنه و در کنار خیلی عظیمی از انحصاری‌های بی‌نظیر عناوین ترد پارتی متنوعی رو به عرضه بذاره. اما جدای از بحث نوآوری و انحصاری‌ها، اون چیزی که از همه بیشتر نینتندو سویچ رو جذاب میکنه دنیای نینتندو سویچ کپی خوره. تنها عاملی که خرید نینتندو سویچ رو توی سال 2023 میلادی به یک خرید تکرار نشدنی تبدیل میکنه. تجربه بیشمار بازی‌های رترو، اون هم به صورت هیبریدی، یعنی هم به صورت دستی و هم به صورت خانگی، که وجه تمایز نینتندو سویچ نسبت به بقیه کنسول هاست، یک چیز بی‌نظیره. نینتندو سویچ از لحاظ قدرت از آتاری تا PSP رو به بهترین شکل امیولیت میکنه و تمام تجربه‌های شیرین گذشته رو به بهترین شکل تداعی میکنه. البته دنیای کپی خور نینتندو سویچ پا رو فراتر میذاره و امکانات جذاب دیگه‌ای مثل تماشای فیلم، سریال و حتی پخش موسیقی و چندین قابلیت دیگر رو به این کنسول اضافه میکنه. اما خب جذاب‌ترین بخش از یک نینتندو سویچ کپی خور شده بدون شک تجربه چندین هزار بازی به صورت رایگانه که خصوصا تو جایی مثل ایران که قیمت بازی‌ها سر به فلک میکشن یه جور غنیمت. نینتندو سویچ کپی خور حتی قابلیت انجام بازی‌های اورجینال و آنلاین رو در کنار بازی‌های کپی خور داره و این یعنی میتونیم بازی‌های محبوبی مثل اوورواچ و فورتنایت رو که رایگان هستن به بهترین شکل روی اکانت خودمون بازی کنیم، در عین حال دسترسی به بیشمار بازی کپی خور هم برامون فراهم باشه. اما به سوال اول برمیگردیم: چرا خرید نینتندو سویچ برای همه گیمرها ضروریه؟ میشه گفت در کنار یک تجربه هیبریدی و بیشمار بازی انحصاری بی‌نظیر، نینتندو سویچ مهمون‌های ترد پارتی زیادی رو از کمپانی‌های مختلف داره و از همه مهمتر قابلیت کپی خور سخت افزاری یا نرم افزاری به این کنسول در 2023 یک جان تازه‌ای بخشیده و باعث شده تا وجودش توی گیم روم ما یک ضرورت باشه. متشکرم که تا انتهای ویدیو همراه ما بودید. خیلی خوشحال میشیم که ما رو دنبال کنید. این ویدیو رو لایک کنید و نظرتون رو راجع به خرید نینتندو سویچ در سال 2023 برامون کامنت کنید.